سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدین به قسمت 7 برنامه. ما این قسمت رو یکم ساده ضبط میکنیم، ساده و خودمونی، و این قسمت ما حاجی هم نداریم چون که داشتن میومدن. دکتر ارشاد نداریم چون که داشتن با اسنپ میومدن و هنوز نرسیدن و ما نگران ایشون هستیم. خانواده‌شون نگرانشون هستن، هنوز نرسیدن و حالا ما بدون ایشون برنامه رو این قسمتش رو ضبط میکنیم. و اینکه ممنون میشم که این ویدیو رو لایک بکنین، چنل رو سابسکرایب بکنین تا من پولدار بشم. از این حرفا ممنونم. امکان جریمه 3 برابری برای مالکانی که بیش از رقم مصوب از مستاجران اجاره دریافت میکنن. دقت کنید نوشته امکان جریمه. یعنی چی؟ یعنی که امکان، یعنی جریمه تو ایران یه آپشنه. یعنی طرف میتونه انتخاب بکنه که آقا چجوری جریمه بشم. یا مثلا عزیزم دوست داری چجوری جریمه بشی؟ مثلا 3 برابری داریم، 2 برابری داریم، 1 برابری داریم. مثلا 3 برابری رو یکی از فامیلامون برده، جریمه شده، راضی بوده. الان در واقع مکان در اختیار جوونا میده، آدم سالمی شده، به راه راست هدایت شده و از اینجور حرفا. پدری با 28 فرزند، یه مردی توی کرمان تولد 28مین فرزندش بوده. جام جهانی 28 دوره برگزار نشده. وقت شما 28 تا فرزند هست، اینم ربطی نداشته، ولی شما ببین دوران قدیم که گوشی و این چیزا نبود مثلا میافتادن به جون همه بچه درست میکردن. الان دیگه 28 تا فرزند منطقی نیست، درسته؟ مثلا عصر یخبندان و نمیدونم دوران انسان‌های اولیه هم که هیچی نبود بازم 28 تا فرزند قفله. نمیدونم 28 تا فرزند. ثبت اولین ازدواج با مهریه 114 تا کیسه سیمان. اون رسانه‌ای که اون وقتی خبر منتشر کرده تیتر زده نوشته ازدواج آسان. شما یا معنی ازدواج آسان رو نمیدونی یا قیمت یک کیسه سیمان رو نمیدونی، یا نمیدونی اصلا سیمان نیست کلا. بعد خیلی جالب میشه، برای اولین بار میتونه یه دیالوگی بین زن و مرد ایرانی برقرار بشه، این که مثلا مرده بگه که تو فقط منو به خاطر سیمانام میخوای. بعد مثلا خانومم نمیتونه که مثلا مهرشو بذاره اجرا چون سیمان نیست، ما سیمان نداریم الان، یعنی عملا هیچی دستگیرش نمیشه. قیمت‌های جدید ایران خودرو منتشر شد. خبر بد برای کمپانی بنز، بی ام و و فراری. چرا؟ چون که این ماشینای ایران خودرو ماشینای با کیفیتی هستن، ماشینای خوبی هستن و دیگه کسی این آشغالای با این قیمتا دیگه کسی این آشغالای بنز و نمیدونم بی ام و اینا رو سوار نمیشه که. دور 6 مذاکرات ایران و آمریکا در یک شنبه هفته آتی داخل عمان برگزار میشه و خیلی جالبه. ما تو فرهنگ ایرانی یه چیزی داریم به این که مهمون که میاد خونمون طرفو تا دم ماشینش با دمپایی بدرقه میکنیم، حتی ممکنه تا خونه‌ش هم بریم واسه بدرقه کردن. عمان هم دقیقا همین کار داره میکنه. بابا اینا اومدن یکی 2 دوره مذاکره گذاشتن، حالا هی دیگه ایشون یعنی عمان اینا رو بدرقه کرده دیگه، رسونده به سفارتش تو ایتالیا. بعد حالا گفته که حالا شما بیاین تو عمان، چون تاریخ برگزاری مذاکرات با ورود عمان به جام جهانی یه تاریخه، خب یکیه، و گفته که حالا شما بیاین عمان مذاکراتتون رو بکنین، ما هم یه سور بدیم. تپسی گزینه پیاده روی رو داخل اصفهان برای مسیرهای کوتاه فعال کرده و این گزینه فعلا توی اصفهان به خاطر اینکه مردم از اصفهان خیلی اقتصادیان فعال هستش و داخل شهر قزوین فعال نیست، چون که پیاده روی و دیگه
حاجی هم نیست بوق بزنه ما نمیتونیم بگیم دیگه. لیزش شد. خبر بعد برای کسایی که معاینه فنی نکردن ماشینشونو، از تیر ماه هر ماشینی که معاینه فنی نداشته باشه به ازای هر 24 ساعت 100,000 تومان جریمه میشن. خب حالا الان مطمئنم کسایی که ماشینشون معاینه فنی نداره، جایی که برن دنبال یه جایی که معاینه فنی خوب انجام میده، قیمتش مناسبه، نشستن پشت ماشین حساب دارن حساب کتاب میکنم. یعنی خب مثلا سال 365 روز داره، هر روز 24 ساعته، مثلا ضرب در اون فلان اینا، صبر 100,000 تومان که اینا. خبر خوب برای کسایی که معاینه فنی نکردن، چون من نشستم حساب کردم، نمیخواد الان شما حساب بکنین. الان قیمت معاینه فنی 300,000 تومانه. بعد شما اگه یه سال جریمه بشی میشه به عبارتی 34,500,000. اصلا نمیصرفه، حیفه. برین ماشیناتون رو معاینه فنی کنید. دوچرخه سواری برهنه در تورنتو میزبان حرکت اعتراضی شده. ما خدمت خبرنگارمون هستیم در تورنتو هستن ایشون. مراد جان سلام. سلام امیرعلی جان. خبر خوب برای مردان تورنتویی، همونطوری که گفتی تورنمنت برگزار شده دوچرخه سواری برهنه و حالا تو متن خبر اومده که رویداد مسالمت آمیز بوده و یه رویدادی که برای جلب توجه باشه به اینکه سوخت‌های فسیلی مصرف نشه و کم مصرف بشه و اینا. دو تا کلید واژه داره این خبر، یکی مسالمت آمیز و یکی هم برای جلب توجه. مسالمت آمیز شما لخت اومدی بیرون، بعد مسالمت آمیزش چیه؟ مگه حتما باید یکی آزار فیزیکی بدی؟ روح اون فرد رو داری آزار میدی، بعد گفتی مسالمت آمیز. همچنین ویژ از کنار یه مرد میگذاری، نمیذاری مرد ببینه حال کنه با اندامت، بعد اندامتون میبینه نمیگی مثلا تو ذهنش داره با دوست دخترش تو رو مقایسه میکنی و زنش آسیب و آزار روحی میدی، بعد بگی مسالمت آمیز. بعد ما اصلا تو برهنگی مسالمت آمیز نداریم. مثلا ما تو کاتگوری برهنگی خشن داریم. شما مسالمت آمیز واقعا چجوری به برهنگی رنگ بس میکنید؟ بعدش هم گفتن که برای جلب توجه، واقعا اگر فکر کردن برگزار کنندگان این تورنمنت وقتی رو بدن لختشون یه متن می‌نویسن برای اعتراض، اگه فکر میکنن که کلا مردم توجه میکنن به اون متن رو بدن لختشون، واقعا دل پاکی دارن. اصلا مگه میشه لخت اون بدن رو بیاد به متن روی بدن توجه کنه؟ حالا اگر تو همون زمون مراد جان ممنون. دوستان شبتون جمعه، جمعتون شنبه.